بچه‌ها من آرسام آریان‌مرم. به این ویدیو یوتیوب من خیلی خوش اومدید. آقا ما امروز مهمون خفن داریم. سلام. آنیتا فامیلتون بگم. بگو. بشیر گنبدی دختر خاله من. خیلی عزیزم. اومدیم امروز آشپزی کنیم. آنتا شروع کنی؟ بریم آقا. خیلی هیجان زدم. ما امروز می‌خوایم با این پای شکسته زده باز خودش رو ناکوت کرد. آشپزی بکنیم. از اینجور که معلومه مادر من نذاشت تمام کارا رو ما انجام بدیم. نصف کارا خودش آماده کرد. آره منم هیچی بلد نیستم. رسپیاش از چت جی پی تی من میگیره. امیدم به خالص. من چیکار بکنم؟ بچه‌ها نگاه کنید. همه مادرها 10-60 از این دارن. اینو بگیریم. غیر ممکنه نداشته باشن. غیر ممکن. براستی بچه‌ها اگر تولید محتوای من خوشتون اومد سابسو بزنید. تو شروع کن دیگه. چرا که خوندی؟ What the fuck؟ نیفتی یه وقت. برانی. این بچه داره نگاه دو قلومه. مالیت یه احساسات مضحکانه رو بذار کنار. خیلی باید دنبال واقعیت باشی. اتفاقا بچه قراره چیزایی که آرسام دوست نداره رو امروز تو ماکارونی من بریزم. بهت گفته باشم قارچینا من نمیذارم بریزی. تو من چیکار کنم؟ تو در دیوار نگاه کن. هیچ کاربرد دیگه ای نداری در حال حاضر. بچه‌ها این صندلی نظارته. اگه واسهتون سوال اومده چرا اینو گذاشتیم اینجا؟ من قصدش هم میشینم رو این. داش 2 دقیقه بذار وایسی. پا رو نگاه کن شما. داش این پا یه لور پاش تو گچم باشه آشپزی میکنه. نه میریم سراغ چیزی که خیلی دوستش داری. فلفل دلمه‌ای. بهت گفته باشم قارچینا من نمیذارم بریزی. خب بعضیش روشن کنیم. بذار من این فندک رو در بیارم. بچه‌ها فندک رو ببینید. ناکوتمون نکنی. FBI آی تو کارتو بکنید. دنبال پیشرفت باش. ما زیرش باید قول بزنه. ما اینا رو تف بدیم تا میا اینا رو تف بدیم. های اینا رو تف بدیم. Hey Mari Chaco, hey Mari Butter, hey Mari Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, 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 Irachico, Binazzi Nero. آقا جی داریم ماکارونی اما اسپاگتیه دیگه اسپاگتی. یه لحظه یاد دوران اوجم. چیکار میکنی؟ بده به من الان خرابکاری میکنه. یاد دوران اوجم تو ایتالیا افتادم. ایتالیانو. بچه‌ها ولی واقعا آنیتا خدایی دور از شوخی خیلی دختر پر انرژی، مثبت انرژی هست. اونا رو چرا بزرگ خورد کردی مرد حسابی؟ بیچاره به خاطر خودت که بتونی جداشون کنی. راست میگی. خب ریز. آره خوبه. آره عقل کلو میبینی؟ همیشه همینا. تو اظهار نظر نکن. پام درد گرفته. من میرم بشینم رو صندلی نظارت. کار دیگه ای هم آخه بلد نیست. اوکی. نیفتی. اوی. بچه‌ها واسه همتون سلامتی آرزو می‌کنم. اول نباید زردچوبه رو اضافه می‌کردم. معلومه هیچی بلد نیستم. تو خسته نباشی. تو هیچی نگو نشسته اونجا واسه من ارده ناشته‌ام میده.
نکن اون تور جدامون بری میگیره بارون دعا میکنم هر شب برای هر دوتامون. خب گوشت چرخ کرده. گوشت تنها چیزیه که من واقعا تو ماکارونی خوشم میاد ازش. آخه چرا آیتا. لباست صورتیه؟ یاد پلنگ صورتی افتاد. واه شبیه پلنگ 100 صورتی بار نیست بهت بچه‌ها. گفتم در مورد لباس من تیکن انداز. حالا که فکر ببینید می‌کنم، بچه ها پشت سنه 1000 بار به من گفته لباست صورتیه پلنگ صورتی. دخترونه است نمیدونم پلنگ صورتی یا تمام ایران سرای من است. اسفحانی حرف زدن خوشتون اومد؟ اسفحانی‌ها لایک کنی. چه محلولی درست کردی. فکر کنم به قرآن بعد این دوای دکترمون 3 میلیون 4 میلیونی بشه. بعد این بیمارستان لازمیم. آره از واقعا قصد دارم این کارو میکنم. فلفلم بس بریزم. همه رو ما هم بریز دیگه. اون چه کاری. یا حسین محلول رو نگاه کن. محلول مادر چه کمکایی میده مادر. ای به قربانت بگردم مادر. ای خب الان یه چیزی ما گوشت رو اضافه کنیم نیاز به رب داریم. رب کجاست؟ رب کجاست؟ ما باید گنجینی رو پیدا بکنیم که توی اهرام مصر قایم. خب بابا بگو رب کجاه دیگه. میکنن که توی بالکنه منتها نیفتی. مگه میخوای نه تو چلاقی نرو. برنده شد آنیتا. آنیتا تو باید این تو جامه. مسابقه 100 ساعت در اهرام مستر بیست شرکت میکردی. تا بده ما بیا اینو نزدیک بگی. این صحنه دراماتیکیه. خیلی صحنه زیبا که نمیشه گفت ولی کافیه. خواهی حاجی آنیتا چه اول نریختی توی ظرفی اون چه شکلی بود ریختی. گفتم که من با بچه‌ها خودیم. اون قیچی بازی ها رو ما نداریم. اینا من حرفه‌ای تف بدی آنیتا حرفه‌ای. آی بنداز گوش داره. خب مام بیا برو عقب منو بگیر. گفتم آنیتا بعضی ماکارونی درست کردنش از من بدتره. نه خیر ببین این الان باز تو این داره میشه. قول میزنه میقله. این یخ گوشتش الان باز میشه. زیرش اصلا خاموشه باور کن. نه زیرش باید اتفاقی کم باشه. تو میشه بری بشینی تو همون صندلی پادشاهیت واسه من ارد ندی؟ یه بار میگه صورتی، یه بار میگه چلاقی، یه بار میگه ارد نده، یه بار میگه تا هایپرسونیک میزنم. من میدونی دهنم بد زهری داره. بزنه دیگه بیا هایپرسونیکت هم با این بزنی. تو خیلی این باش. اوج سلاح باش. دفاعی توه. دیگه تهش بچه‌ها اوج خشونت آرسان. What the صورتی دیگه. پلنگ hell صورتی. اینم تفنگشه. البته بیا من برو صورتی نیست. بیا برو چلو حیف که پام ناقصه اگر نه چه ساکت شدی؟ ما ماکارونی رو نباید بندازیم تو. بندازیم. خب یه خورده قبلش نمک آنیتا نباید ببین اضافه مامانم کنی. وقتی چشمک دنبول میزنه اون پشت توجه کن بهش. متوجه نمیشم. ماکارونی ها بریز توش. میخوای من میخوای یه خورده روغن اول نباید بریزم تو آب جوش. نه آنیتا ماکارونی رسپی کجاست؟ چرا عوض آنیتا اونجوری نکن جان مادرت. اینا باشه یا کنید بچه حرفه‌ای شدم ها حرفه‌ای. ماکارونی بچه آرسان ماکارونی بچه ماکارونی از که تا حالا تو زندگیش ندیده بشه میکنم تو چشم. آنیتا مگه داری واسه بچه های آفریقا ولاگ میگیری؟ ولاگ چه میگم آشپزی میکنی همین تنها بلدم نیست حرف بزنه. من ادبیات چند شدی تو مدرسه؟ از اونایی که املا 10 میشده با تک ماده پاس کردی نه؟ آخه واقعا املا همیشه 20 بودم. تنها در دیگه 20 بودم املا بوده. ماکارونی رو بریز اینو ول کن. مامانم داره میگه ماکارونی رو بریزید. خب یه قیچی به من میدی؟ ایچ
اینو از وسط نیست. وای ای فقط ماریکاچو نه الان این لپی آرو نه الان کلاهش میراکی هست، منفجر لوک میشه. آری لوک بلا چاو بلا چاو. قوانین ایتالیا رو دارم نقض میکنم بچه ها. وای وای آفرین. ایتالیان نما رو ببخش. خب اینم بریز. آفرین. وای یه چرا ایرانی با این روش درست میکنن. خود ایتالیایی ها اصلا نصف نمیکنن، تو بعدشون هم میاد. مثلا مثل اینه که قرمه سبزی و مثلا لوبیاشو نصف کن. نه آره مثال خوبی زدی ولی خب کافیه. این شبیه موی من شده. بیا اینو بگیر. سیخ. سیخ جوجه تیغی. سیخکی موی من بگیر. بچه موهاش هم دقت کردین شبیه جوجه تیغیه. با شما دادی حالا پلنگ صورتی با موهای جوجه تیغی. مثلا پلنگ صورتی تو نمیخوای ول کنی؟ نه. به قرآن الان یاد کارتونش افتادم. راهی بیمارستان نشی. خودت با این دستپخت شما 100% راهی بیمارستانی. اینو شک نکن. بچه مایه عذاب آرسان. اون تو پام درد میکنه سریع باش. بابا نه عقارش نه بدم میاد نه خوشم میاد. بپزه خوشم میاد، خام از خوشم این میاد. دوست نداری پس زیاد میریزم. دوست داری دیگه. زیاد. آنزا کم بریز حالا. من دیگه همون وقتمو به جدا کردن قارچ و فلفل دور میگم که ریختی با دیگه. دست میریزم دیگه. دستم تمیزه بچه. نمونه بارز یه زن ایرانی ها. ایتالیان نوعی اگه بودیم این الان کافیه؟ اونجا خیلی قارچ ریختی. بابا من نمیخورم اینو. بابا آنجا جدا نکن. عیب نداره. خیلی قارچه. احساس کنم یه خورده دیگه بعد آب بریزم. نه خوبه. خیلی قارچه این. نه ببین این آب میشه بعد خیلی معلوم نمیشه. آخه اصلا اون دماغتون نمیخوای عمل کنی. یعنی از این دماغش خیلی تو چشمه. منم کوراش شاه دادگر کوروش کبیر پسر کمبوجیه. ناک اوت شد. ما نیازی به ژن دی ان ای و آزمایش دی ان ای نداریم چون تو چرا ساکت میدی؟ خواستم اعداد رو در بیارم ولی نمیور ساکت شد. ولی آلته واقعا انرژی مثبت بامزه پایه اینجا استرس داره بنده خدا. اشکال نداره ای من باش. آبکشو بیار مامانم دستور آبکش داده از اینجا. پیدا کردم. دیگه هر چیز که در جستن آنی بچه ها آبکش پای آرسان. خیلی به هم بی رفته اما خب چه تنها موقعیت بود که مامانم اون باش خندهش گرفت بدون دلیل. منم از خنده مادرم خندم گرفت. مادر تاج سر فداش بشم من. ولی خودت تست کنم ماکارونیا در چه حاله. خوبه دیگه بچه ببینید نه کنم یه 2 دقیقه دیگه لازمه. خوبه. خب من از که یه دونه همه اینجوری دادیم یه قرم باهاش میدیم. یو کن دستکش یه چیزی که بتونم اینجا. آمیتا باور کن هر نوع میکروب که تو زندگیم تا الان دیدم تو این ماکارونی دارم میبینم. ببین اصلا این یه توته است. الان تو که بچه‌ها میخوان سلطنت منو به پایین بکشن. نه یا تو دست و پای من بچه کوچولو. واقعا یک عضو اون چند تا مونده تاش هم بزن. اون چند تا مونده تاش هم بنداز. حیفس. میتونم. اسفونیا. اوه آنیتا این دست سوخاره. نه بگردم آنیتا. در راه علم اینا. علم چرا؟ نه اینا واقعا به کارت میاد بعدن. اون تفلون ها مامانم داره چپ چپ نگاه میکنه. اینا به قرآن من بودم تا الان شب خونه بیرون خونه میخوابیدم. نه خاله
من یه جور دیگه دوست دارم. من تو نیستم. آن تو 2 تا مونده تاش، اونا هم بنداز. خب مگه نگفتی تفلونه؟ آروم. یه با نوازش. نمیره. حالا ولش کن، اون 2 تا چیزی نیست. من یه خیلی نکته سنجی. اصفهانی بازی دارم در میارم. خیلی. الان میخوایم ماکارونی بذاریم واسه تدیک. من میخوام تدیک بزنم. سیب زمینی آماده نیست. ما دیگه زیادی گوشی منو بیار. ما دیگه زیادی راحت. گوشی منو بیار. اون گوشی من نیست. حالا بیارش، همونو بیار. بچه‌ها کار دخترونه بود. نه این گوشی مادرمه. گوشی مادرمه. خجالت بکش. لباس صورتی آتل نارنجی، قاب قرمز. میگه نون میذاریم به جای سیب زمینی. نه سیب. من مصدومم. از طرف خاله این کار نه. کرد. اوی. چیه؟ سیب زمینی آماده فریز شده. میگن ببین این مادرها فقط فریز میکنن یا این رخ تمام رخ. شبیه این رستورانی هم شده. وایسین من یه زنگ به سرمون تو بزنم. ماکروفر همین جوری بزنم. فقط بچه‌ها داریم زنگ میزنی آقا فرجان. فرجان فرجان فرزان حالا همون آها. پسرعموی بنده هستن. روغن بچه‌ها تو این فاصله من لاکچری بازی های خاله ببین. لاکچری الو. سلام آقا فرزان. چطوری گل؟ دانشگاه چه خبرها؟ جمعه امروز نشدی؟ جان آقا راستی جمعه است حاجی. شما الان وسط بخش سان فرانسیسکوی آقا. کجای؟ من الان سر ضبطم آقا. شما یه کاری کن، اون دستور پخت چیزو میدی به ما، تدیک سیب زمینی آلپاچینو. ماکارونی؟ آره. شما اول یکم روغن رو میدیدید داغ بشه. روغن رو ریختی؟ ریختم حالا ریخته آنیتا. خب بعد بذارید داغ بشه. خب بعد از داغ شو. وایس زیر آره بعد که داغ شد یه مقداری نمک نمک آماده کن. باید یه ترد بشه اون تدیک سکه. اوه باعث ترد شدن میشه. آره سلام به بچه‌های یوتیوب برسون. آقا فرزان سلام پشت سنا. آقا همه سلام میرسون آقا فرزان. دست تکون بدید یه بای بای بکن. خدا رحم کنه اون که اون غذا رو میخواد. ببین بعدش به آنیتا گفتم بعد 3 میلیون چیز بدیم واسه دعوا درمون. عرقنامه داری خونتون؟ نه آره داریم. خودم برات سرم میزنم. عشق منی خداحافظ. خب نمک طبق دستور آقا فرجان. آره بزن نمک بزن تردش میکنه. خب زیرش هم روشن تردش میکنه ترد. چقدر نمک؟ آبی بچه‌ها سعی کنید قدر سلامت کم بزن آنیتا. کم زدم. نه میخوام فشار کم. خونت قشنگ بره بالا دیگه اووردوز کنی. بس بچه‌ها خیلی هندلینگم رفت. فردوسی داره از اون بالا نگاه میکنه. خیلی تنه فردوسی تو گور لرزون. امروز هدفت گیر کرده رو ما. آنیتا بده من میرم بابا. هیچ کدوم فقط میندازیم یا یقب. یه خورد تو چشم. منو بگی مادر منو بگیر. پرنسس علی رو دیدی؟ من کمتر از تو جیغ و داد کردم. آلیزا من انقدر مش ریختم تو 2 تا دونه ریختی. بسه بریزونم بسه. ماشاءالله آنیتا بدون جیغ و داد. یه خورده پخشش کنم. این کف مایتا. آفرین آنیتا آفرین.
بچه من یه ذره خسته شدم میشینم روی تو کلا صندلی جز نشستن حکایت کار دیگه ای یه بلد ذره نیستی. براتون حکایت میگم. بچه حالا یه خورده در اینو میذاریم بپزه. داداش خوبی؟ احساس میکنم مغزت البته خود مغزت هم آسیب دیده. بچه ها خب اومدیم رسیدگی یه کنیم. خورده سیب زمینیمون میشه گفت پخت یا نپخت؟ چمدونم اما مادرم بپرس اما مادرم این الان این از اینو اسپانی خالی الان کنی؟ تغییر لهجه دادی؟ خالی بکن. بکن میشونم فقط قبل از اینکه اونو چیز کنم بپرسم لهجه چیه این الان بکن؟ من فقط فارسی حرف میزنم لهجهش زیاد مهم نیست. بچه آنیتا یه گورشوری ببین کرد. بچه من یادم افتاد الان بشورم. آنیتا یا این منم تو کارت باشم خودشیفته. خیلی بچه‌ها. موشک میزنه. یه موشک هایپرسونیک بزنم. بچه این من یادم رفت آبش کنم، آب بریزم روش و نشستش نرفته بود. الان باز یه خورده گربه شورش میکنیم به قول آرسان. آنیتا گفتیم گربه شور به گربه برخورد. اینقدر یا آنیتا اون چیه با جون و دل باید بزنی اونو. آها اسپاگتینو ایلاکی لوکو اینو هم من چیکار ایراکی کنم؟ چیو بلا چیو چیو بیم بوم 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 بوم. نکشیم اونا تیش. یه لحظه جب گرفتم حرف نزن. خب من اول یه لایه فکر کنم آبیشن هم نیاز داریم نه؟ نمیخواد. تو با لایه دست ماکارونی. تو با دست اونو بگیر مادر من اونو بگیر با دست مگه از هندوستانی بریز دیگه نه اونو بذار بریز به جای اینکه آرسان گفت با دست بهم برخورد. با دست بریز همون با دست. از قدیم گفتم مثلا آقایون نباید بیان تو آشپزخونه. من نمیدونم چه بیکاری. کی گفته اینو؟ کدوم علم غیبی اینو گفته؟ نمیدونم. مرجع معتبری ندارم، فقط اینجور پروندم. خوبه آفرین همین که میدونی پروندی خوبه واقعا. آفرین مادر از این حرکتت خوشم اومد از این حرکت خوشم اومد. الان کل اینو خالی کنم تو یه ذره شو تو دیگه فلفل هر چقدر دنیا بسته بگو بسته. عذاب روح آرسان، سوهان روح. اونا رو من اگه جدا نکردم وسط ساعت غذا کافیه. خب این الان باید بذاریم دم بکشه دم. خب بچه اشاره کردن زیرش رو کم کنیم. دارم زیرش رو زیاد میکنم. کم کن تا کم کن دنبال پیشرفت باش. حتی حالا ما منتظر شبیم تا دم بکشه دم. حتی ما منتظر میشویم دم بکشه تا تست غذا شکیبا و زیبا باشید. بچه‌ها غذا آماده شد اومدیم که بکشیمش. مثلا والا جایی که ما بزرگ شدیم با اینا سالاد میکشن. با نه ماکارونی واقعا. تو دهات ما با اینو ماکارونی میکشیم. خب خوبه آره. کجا اینو بگی لغوزآباد. حالا واه ببینید چی درست ماکارونی رو کردن؟ ببینید. بعد به من این میگه ماکارونی پدیده قرن 22 می باشد. 25 مگه رنگ نیستی؟ که قرن 25 رو بکش. میخوام آرسان راهی بیمارستانه. قرن آمده 2000 چی میگی برا خودت؟ ماکارونی چیزه دارم تلاش میکنم خسته نباشی. چیزو برات نکشم، فلفل رومی بچه‌ها، نکشم، اما خب میدونم که اون تو تلاش میکنی برای من فلفل رومی نکشی. دارم ای تلاشمو میکنم بچه ببینی. حتی قارچم دارم تلاش میکنم براش نریزم، مثلا نمیدونم یهو میاد. چقدر میخوری؟ آنیتا داره غذا میکشه. چقدر میخوری؟ آنیتا داره غذا میکشه. بس میخوای بازم بخوری؟ تدیگ ببینی فرزان چه کرده. من درست کردم فرزان. فرزان تدیگو چجوری در بیارم؟ غذای ما آماده شد. و ببینید چه شاهکاره. چه شاهکاری پختم من. واقعا من زحمت کشیدم. این آقا فقط داشت ارد میداد. تازه یه جایی هم نشسته بود رو اون تخت سلیمانش. صندلی.
تخت سلیمان خوب اومدی، خوشم اومد. این خوب بود، این خوب بود، این خوب. آقا میریم واسه تست کردنش. ما فود بلاگر نیستیم ولی خب این مانیتور چه کرده دیگه. این مریکاتو ایشالی بارو آریکانو بلا چاو بلا چاو چاو چاو. خوبه خوبه خدایی. سالمی؟ بچه‌ها این بود از ویدیوی امروز. خیلی 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 دوستتون دارم، هم میهنان عزیزم. عرب ترک و لور بلوچ کرد فرق نداره. بچه‌ها هر جای ایران هستید من واقعا دوستتون دارم. و اینکه آنیتا خودش غذاشو تست نکرد. آنیتا هم یه تست بکنه. بسم الله. وات؟ به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. اون چه جورشه؟ اینجوری باید بخوری. شوخا شوخا ای کلم شما میندازیم بالا. انتظارشو نداشتم اما به طرز عجیبی خوشمزه شده. باورم نمیشه. اینو من درست کردم؟ نه. بچه‌ها اگر تولید محتوای من خوشتون اومد، نوکر همتون هم هستم، منو ثابت کنید. کانال پیج اینستام هم لینکش هست، اگه دوست داشتین فالو کنید.